بعضی تجربه که فریب میکنن همین کانالی همین درویش تیجی سوالو دیگه یگون چی بگی اصلا فریب نیران برای مسلمان زیبان دانست چیزی توجیه حضرت میگه من غشنو فلیس منو کسی نمیتونی حیله و نیران میکنه از ما نیست در مسئله تجارت سودا در بازار حضرت صلی الله علیه و سلم به نهایت سختگیری میکرد در مکه مکرمه زندگی مردم مخصوصا از حساب تجارت بود اونجا نه زراعت میشود نه یگان کاری دیگه مردم با همین تجارت روزگذرانی میکنن در صحیح مسلم اومده است میگه حضرت صلی الله علیه و سلم به اصحاب مراجعت کرد گفت لا تباعدوا ولا تظالموا ولا تبادروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا با هم دیگر قهری نکنید پشت به هم نگردونید حضرت صلی الله علیه و سلم نصیحت کرده است اینا رو ببینید حیله و نیرنگ نکنید برای دردام انداختن کلینت مثلا حیله و نیرنگا متاسفانه در بازار زیاد شده است دو سه کسی از چیزا تعریف توصیف کردن میگیرن که فند کنن هم بیچاره خریدارا همون مالی به صفت بگیره همین را تناجش میگن در اسلام ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض سودای همدیگر را نزنید همدیگر را مقصد که بر دروغ کلینتوش ای پیشش دور نکنه و کونوا عباد الله اخوانا بنده های خدا ها برادر باشه شما را خدای تعالی برادر اعلام کرده است المسلم و اخو المسلم مسلمان برادر مسلمان است اینما المؤمنون اخوه میگه خدای تعالی در قرآن المسلم و اخو المسلم مسلمان برادر مسلمان که هست حق خیانت کرده نداره فلا یظلمه ولا یخذله ولا یحقره مادام که برادر تای تا حق نداری که ظلم کنی در حقش تا حق نداری که مقصد او را مذاق و مسخره کنی تا حق نداری مقصد تحقیر مذاق و مسخره میآید تا حق نداری که او را مقصد که آبروش بریزانی شرفش پس کنی بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاه المسلم برای مسلمان همین بدی برای دوزخ در اومدنش کفایه است که برادر مسلمان یکیش تحقیر کنه برادر مسلمان یکیش طعنه بزنه همین کفایه است همین یک گناهی به نهایت سخت حساب میکنه و به سبب همین به مجازات پروردگار گرفتار میشه انسان التقوا ها هنا و یشیر الی صدره ثلاث مرات حضرت گفت تقوا در همین جای سه بار به سوی سینه‌اش میگه اشاره کرد التقوا ها هنا مسلمان حق نداره که در حق مسلمان خیانت کنه خاصتا در همین تجارت در بیع اصلا بگیریم ولی در تجارت متاسفانه ما دست به تجارت بزنیم و قاعده‌های همین بیع نمیدونیم خریدار بعضی اختیارها داره خیاری رؤیت داره خیاری شر داره خیاری عیب داره نمیفهمیم این طریق چیز داره چیزی را که ندیده اگر گرفته ای اگر ما بود دیدی و نفهمیدت معقول نشید تا 100% حق داری که برگردونی صاحب مال لام گفته نمیتونه تا حق داری شرط قطعی گرفتی که مایلش بینم برام یک 3 روز بسته خشو فکر میکنم که بخرم یا نخرمش با خیاری شرط گرفته باشی تا 3 روز تا حق داری که اگر ما بودو همون چیز مقصد که لازم نشید به تو یا معقول نشید برگردونید خیاری عیبش دائمی ای اگر همون عیبش ثابت شود که وقتی که در دست صاحبش بده همون عیب داشت اگر 10 سال پس هم همون عیب بفهمی 100% حق داری که برگردونیش همین چیزا رو متاسفانه رعایت نمیکنیم یکی از سبب‌های بی برکت شدن زندگی ما این همیه اصلا وقتی که تاجر خیانت نمیکنه تاجر راست عمل میکنه وقتی که تاجر گپی حق میگه انشالله بازارم آباد میشود کشورم آباد میشود برکت در خاندان مردم هم زیاد میشود خودش هم انشالله درجه و منزلتش خیلی بالا میشود حضرت صلی الله علیه و سلم دعا میکرد میگفت رحم الله امرأ سمحا اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى
رحمت پروردگار بود بر مردی که سبک سودو است. سودای سبک داره، خوب میخره، خوب میفروشه، خوب پرداختی قرض میکنه. اگر به شرطی که همین سودای سبک داشته باشه انشالله رحمت پروردگار بروش نازل میشه. ولی همین ظلمای هستی، فریبگری از برای خدا حساب او است که تجارت نمیدونه، نه از علم تجارت با خبره. اصلا همین رنگی نوکیسه ایم یا بلا کردم همین مولا بود در ذهن مانده بود، همون را برای تو گفتم. خداوند حفظ کنه. زن عروس اسلام قبول کرده است. الله اکبر. وقتی شخص اسلام قبول میکنه تمام گناه‌های پیشینش آمرزیده میشه و همه مثل طفلکی که نو از مادر تولد شده سلام خیلی به آلایش و بیگناه میشه. درجه و منزلتش ای مسلمان بالاه، خیلی بالاتره، خیلی پاکتر و تازه‌تر این حالت ده. انا خشاب حال شخصی که سببگار شد که همین زن عروس اسلام قبول کرده است. اصلا بگیریم در مسئله زن گرفتن پسرها اجازت فرمان پدر و مادر شرط نیست. در دختر باید که بدونن، همون ولیش باید بدونه، آگاه باشه. اما در پسر اگر ندونن هم پسر مثلا میتونه که نکاح کنه، حالا که حقی طلاق در زیبای پسر هست. به مرحمت کنید. پدر و مادر را بپرسه. اگر زن خوب باشه، صالحه باشه، اگر هم به همون زن باور داره که مقصد که بعدا از دین نمیگرده، نعوذ بالله همطوری حالتهای بدش هم دیدیم که بعدا سبب میشوه مثلا مردی مسلمان طلاقش میته و از دینش میگرده. همین چیزا را هم را باید که اول خوب بسنجه، انیخ کنه، بعد دست به کار بزنه. زیرا که بسیار مسئولیت بزرگ میشوه. خدای نکرده به عیب همین اگر همون زن از اسلام خارج شود وای به حالش که یک مسلمان کافر کرده است، پگه در پیش خدا جواب میگه. او جوان مرد شود و نشود که زنه که بگیره و ایس پدر و مادرش طلب کنه که سرش ده با سرش بده. نمراه کردن در کار نیست. ما باید سعی کنیم که یک آدم از رفتار و کردار ما با مقصد از مسلمان بودن ما با وجد بیایه و مایل کنه که همین دین اسلام را قبول کنم. از اون کسایی نباشیم که برعکس رفتار میکنن. ولی هستن بچهای تاجیک میرود دختر عروس هم میگیره، دو روز پس میپرتایش با دومیت دوگانش هم میگیره. همون آدمی که مایل رغبت به اسلام داره اگر همین کار رفتار را ببینه دلش خنک میشود. در اینجا گناهکاری سخت میشه. اگر به شرطی که با کمک کردن نمیتونی در دین اسلام سعی که زیادت نرسه. چون و نمیکنی گره خود گره مباش. یکون گره هون کردن نمیتونی اقلا خودت گره نشه. حضرت مولوی میگه بود گبری در زمان بایزید گفت تو رو یک مسلمانی سعید که چی باشد گر تو ایمان آوری تا بیابی صد نجات و سروری. یک گبر میگه در عهد بایزید بستومی زندگی میکرده است. یک روز یک همسایش میگه که آخه خانه آباد بیمار داری اسلام قبول کنی که خدای تعالی سعادت سربلندی دنیا و آخرت نصیبت بگردونه. گفت آن ایمان اگر هست مرید آن که دارد شیخ عالم بایزید من ندارم طاقت آن تاب آن کنفوزون آمد ز کوشش های جان. گفت اگر ایمان اسلام گفته تو ایمان اسلام همین بایزیدی بستومی را در نظر داشته باشی زوری من نمیرسه. این مردک سال 12 ماه روزه داره اول شب تا سحر در قیام باز ایمان خود گریمان شماست نه بدان میل استم و نه مشتهاست. نه که اگر ایمان اسلام گفته همین ایمان اسلامی خطا در نظر داشته باشی یکون ذره میل رغبت ندارم، دروغ میگوی، تهمت میکنی، غیبت میکنی، حق مردم میخوری، از برای ثواب آخه طاعت عبادت میلنگی، از حرام پرهیز نمیکنی، آخه کجای تو مسلمانی هست؟ همین آدمی که هزار میل رغبت داشته باشه به همین دین اسلام رفتار و کردار بعضی‌ها را میبینه دلش خنک میشه و دلش میمونه. برای انشالله دختر مسلمان شده است خشو به حالش مرتبه و منزلتش خیلی بلنده رنگ ملائکه ایالی گناه نزدوله. اگر میگیری خشو به حالت نکی سعی که نوجوان مردی نکنی، حق رعایه کنی. اصلا همیچ خیلی که مرد در ذمه زن حق داره زن در ذمه مرد حق داره. یک حوجی هر روزان میزنه ایراسیه زنی روسی گرفتگی هم خیلی او روسو میخونن کم کم رنگی ما تنبل نیستن اخی همه خوند است در برای
حق و حقوقی که زنک در زمین مردک داره خونده است ایرا کشتر چقدر میده است اینای طریق پو بوده است اینا مقصد که تعمیره رعایت نمیکنی اکاز بیچا من برای تو یک کوخارکا نیستم تو امکان و شرایط داری تو باید خوراکی برای ما حیو کنی بگیری بیاری این خانواده چیکارش کنم میگه این پوجا دقت خونده است گفتم این منتالیته شده یا های وقتی که میگرفتی همین را باید به نظر میگرفتی بعدا خیلی بخبر شده است این زنه که توجی که بیسواد نیست میخونه ای حق حقوقش که طلب میکنه مردک شوخی شریعت رخصتش داد است توخی شرایط امکان داری که تعمیرش کرد یه جای دیگه گریز نیست زنه که گرفتی مهرش در کلت فرض میشوه نفقش در کلت فرض میشوه باید جوان مرد بشه مقصد که دیگه هبینش کردی وظیفه مرد همیه خداوند همت بلند بگردونه ای برادر که اون وقتی که زنی را که نه تازه مسلمان شده است نکاح میکنه میگیره حق و حقوقش رعایت کنه محبت یا زنه به اسلام بازم بیشتر و زیادتر بگردونه آمین